امام بخاری رحمه الله روایت می کند که عبدالله ابن زبیر می گوید پدرم روز مرا فرا خواند و وصیت کرد در مورد بدیهی‌هایش و قرض‌هایش و گفت پسرم، هر زمان خواسته که قرض‌های ما را پرداخت بکنی و نتوانستی، از مولایم کمک بخواه. عبدالله ابن زبیر می گوید کنجکاو شدم و پرسیدم که پدرم، مولای تو کیست؟ زبیر گفت که مولای من الله است، از او کمک بخواه. عبدالله ابن زبیر قسم یاد می کند، می گوید والله که بعد از آن هرگاه خواستم که قرض پدر را پرداخت بکنم و نتوانستم، از مولای او کمک خواستم و گفتم ای مولای زبیر، قرض پدرم را پرداخت کن. والله که پرداخت کرد. پس تو هم مولایی داری، پس از الله و مولایت کمک بخواه در هر موردی که نیاز داری. اگر مریض هستی به پزشک و دکتر مراجعه کن، ولی شفایت را از مولایت بخواه. برای کسب رزق و روزی کار کن، ولی دل به الله رزاق ببند. برای تشکیل خانواده ازدواج کن، ولی الله وهاب را فراموش نکن. تمام مردم اسباب هستند و ابزاری هستند که الله سبحانه و تعالی در تقدیر من و تو گذاشته است. مبادا که دل بستن به این اسباب ما را از دل بستن به صاحب اسباب و پروردگار